سلام. امروز میخوایم نگاه شما رو به هوش مصنوعی کاملا عوض کنیم. این ایده که هوش مصنوعی یه چیز پیچیده و فقط برای متخصص هاست رو فراموش کنید. نه، این قدرتمندترین ابزار مدیریتی و در واقع مهارت اصلی جدید شماست. پس آماده باشید تا ببینیم هوش مصنوعی چطور میتونه کار شما رو برای همیشه متحول کنه. خب، بیایید با یه سوال از خودتون شروع کنیم. شما به عنوان یه مدیر واقعاً چند ساعت از هفته‌تون صرف کارهای تکراری، گزارش نوشتن و هماهنگی‌های بی‌پایان اداری میشه؟ یه لحظه با خودتون صادق باشید. این عدد احتمالاً خیلی بزرگتر از چیزیه که دوست دارید باشه، درسته؟ این نمودار یه واقعیت تکان دهنده رو نشون میده. بر اساس نظرسنجی شرکت اکسنچر از بیشتر از 1700 مدیر، اونها بیش از نصف وقتشون، یعنی 54% رو صرف کارهای اداری میکنن. فقط تصور کنید چقدر پتانسیل، چقدر خلاقیت و استراتژی توی این حجم از کارهای تکراری داره از بین میره. اما خبر فوق‌العاده اینه که آینده قرار متفاوت باشه. هوش مصنوعی اومده تا شما رو از این زنجیر کارهای تکراری آزاد کنه و بهتون این قدرت رو بده که روی چیزی تمرکز کنید که واقعاً تو مدیریت مهمه، یعنی رهبری کردن تیمتون. خب، این آزادی چطوری به دست میاد؟ برای فهمیدنش اصلاً لازم نیست یه دانشمند داده باشید. ما هوش مصنوعی رو به 3 دسته خیلی کاربردی و ساده تقسیم کردیم تا ببینیم در عمل چطوری به شما کمک میکنه. نوع اول اتوماسیون فراینده. فکر کنید یه دستیار رباتیک دارید که گزارش‌های هفتگی رو خودش آماده میکنه. نوع دوم بینش شناختی هست، مثل یه تحلیلگر فوق‌العاده باهوش که میتونه پیشبینی کنه کدوم مشتری‌ها ممکنه از دست برن. و نوع سوم تعامل شناختی هست، مثلا یه چت‌بات پیشرفته که به سوال‌های تکراری کارمندها جواب میده. پس نکته کلیدی دقیقاً همینه. هوش مصنوعی قرار نیست جای شما رو بگیره، بلکه قرار شما رو خیلی قدرتمندتر کنه. اما این تحول در عمل یعنی چی؟ بیاد یه نگاه دقیق‌تر بهش بندازیم. همونطور که تو این تصویر می‌بینید، تفاوت مدیر دیروز و امروز از زمین تا آسمونه. مدیر دیروز بین کاغذها و گزارش‌ها غرق شده بود، اما مدیر فردا با سپردن این کارها به هوش مصنوعی تبدیل میشه به یه رهبر خلاق و یه مربی واقعی برای تیمش. بنابراین تمرکز شما از کارهای اجرایی میره به سمت کارهای استراتژیک و انسانی. شما باید به یه قاضی خردمند برای تصمیم‌های پیچیده، یه همکار هوشمند برای ماشین‌ها، یه طراح خلاق برای حل مسئله و یه رهبر الهام بخش برای تیمتون تبدیل بشید. اینها مهارت‌هایی هستن که هیچ ماشینی نمیتونه جایگزینشون بشه. و اینها فقط تئوری نیست. همین الان 78% از مدیرا باور دارن که در آینده برای تصمیم گیری به توصیه‌های سیستم‌های هوشمند اعتماد می‌کنن. این فقط یه آمار نیست، بلکه نشونه یه تغییر نگرش اساسی تو دنیای مدیریته. هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار نیست، یه شریک قابل اعتماده. خیلی خوب، تئوری کافیه. حالا وقت عمله. چطوری میتونید همین امروز اولین قدم رو برای استفاده از یادگیری ماشین تو تیم خودتون بردارید؟ به یادگیری ماشین مثل جبر دبیرستان فکر کنید، فقط برعکس. تو جبر شما معادله رو داشتید و جواب رو پیدا می کردید. اینجا شما جوابها رو، یعنی داده‌های گذشته رو دارید و ازشون استفاده می کنید تا خود معادله رو پیدا کنید. بله، به همین سادگی. شما به جای حل کردن معادله به ماشین یاد میدید که خودش معادله رو کشف کنه. برای اینکه یه پروژه خوب پیدا کنید، فقط به 2 سوال ساده جواب بدید. اول، چه چیزی تو کار شما اونقدر ارزش داره که بخواید پیش بینیش کنید؟ دوم، آیا داده‌های گذشته رو هم از ورودی‌ها و هم از نتایجش در اختیار دارید؟ اگه جواب شما به هر دوی این سوال‌ها بله هست، تبریک میگم، شما همین الان یه پروژه عالی برای یادگیری ماشین پیدا کردید. و حالا میرسیم به آخرین و شاید غافلگیر کننده ترین بخش این تحلیل. راز واقعی موفقیت هوش مصنوعی اون چیزی نیست که بیشتر مردم فکر میکنن. رویکرد قدیمی که غول‌های فناوری دنبال میکردن، نرم افزار محور بود. یعنی تمرکز روی الگوریتم‌های پیچیده‌تر و خوروندن حجم عظیمی از داده بهشون. اما رویکرد جدید و هوشمندانه‌تر
داده محور هست. تو این رویکرد به جای الگوریتم‌ها این کیفیت داده هاست که حرف اول رو میزنه. این جمله از اندرو انگ، یکی از پیشگامان هوش مصنوعی، همه چیز رو خلاصه میکنه. درست مثل یه ورزشکار حرفه‌ای، هوش مصنوعی شما برای بهترین عملکرد به غذای با کیفیت و مغذی، یعنی داده‌های تمیز و مرتبط نیاز داره، نه فقط یه عالمه غذای بی‌ارزش. و اینجا نقطه عطف ماجراست. چه کسانی بهتر از متخصصای تیم شما که سالها تو زمینه کاری خودشون تجربه دارن میتونن این داده‌های با کیفیت رو تشخیص بدن و آماده کنن؟ رویکرد داده محور قدرت رو از آزمایشگاه‌های داده میگیره و میره دست متخصصای خود شما. اونها کلید طلایی موفقیت شما هستن. پس در پایان این سوال استراتژیک برای شما به عنوان یک مدیر باقی میمونه. حالا که میدونید بزرگترین سرمایه شما توی دنیای هوش مصنوعی همین متخصصای تیمتون هستن، برنامه شما برای توانمند کردن و به کار گرفتن دانش اونها چیه؟ جوابی که شما به این سوال میدید نه تنها آینده تیم شما، بلکه آینده رهبری خودتون رو هم مشخص میکنه.